بلندای عزیز سلام علیکم. بازم منم که در کنار سلام برو یا بسته کن. نه برو صبر کنیم ما به خودشون میگه انانس خود بدم من در کنار یک برادر هستیم برار که ما امروز معلومات چیز بیشتر باشیم. چیه برار کو؟ اما ایشون بگه بیارم برار گوشیه دیگه خود چیه؟ یعنی تو گزارش صدا تو صاف میکنم گزارشگری؟ بله یا صاف میکنم بر کوچی حالا یک گزارشگر خودی گوشی 20 روپیگی خو استاده کامرا هم 15 روپیه قیمتنه شکمای هم از شو تا به صبح شو گوش نه بله بفهمیدیم معطل که یک جای برم شکم بعضا کوچار که نگاه میکنیم مثل توی میته بیاغلای هم پیدا میشم خور معرفی کو زنده معرفی رمضان به چه قیمت دینش کنه. خب برار جان در رابطه به تل صحبت میکنیم هوا ابر که میشه میبینیم تل برسید به 75 روپیه و 80 روپیه. به نظر شما بعضا برادرها کار خوبی میکنم به می کار یا خیر؟ حالا 73 تل برار ارزون شده 2 روپیه. خب میفهمم. خب چری کار میکنم؟ به خاطر ازی که برار شما گله از ما نداشته باشین شکایت از ما نداشته باشین. شما تل فروشی مرا؟ بله یا شما تاجر صاحبا گله کنیم و شکایت کنیم به خاطر ازی که همه چیز به دست از اوناه. اگه بارش بیه برفی بیه خنوکی باشه دگه باشه مثلا تل میرسونم به خونه ها بالا. من تل فروشی دارم. خب اما تو بره متعهد کن مسکو چون ما تاجرها یاد گرفتم اما کورغه بکندم نزدیکی 500 لیتر تل ما به تا تانکر دوری کردم به زیر زمین ذخیره کرده که معطل مینم که 1 روپیه تل بالاره. اونا رو به ارزونی بخریدم به گرونی میفروشم. راست میگی. موتورا براج و فرق به نقل فرغون رسیده 1000 تل به اوج خود رسیده. شما فکر نمیکنه که یک موتور چند هزینه میخوره؟ شهر مگذر آدم نمیگرده که موتور از زور موتور وارد میکنم خیراته. خلالا تو که نداری پول تل موتور نخر بخو. بنندای عزیز در کنار یک کدگی باشین. برو تو برو خودش کم گوش نیخو. بنندای عزیز بازم بیایم خود ببخش براجون این بر بستگاه بالا جان برو بستگاه چیه برو ببخشین خیلی معذرت چه دوباره خوسی کو برو جان معرفی داشته باشین. لرزه برو غمزه. خب لرزه برو غمزه. برو جان بعضا برادرها میگم مطال میگه که او که گلوکش خدا میگیره. بله یا همین تل برارم تل به اوج خود رسیده. بعضا برادرها نمیفهم چی فکر میکنم. این چیه برو؟ این چیزیه برای قوطی کبریتیه میکه ما گزارش کردیم. گزارش کردیم ببخشید برای انا بعضا به فکر از اینم که 1 لیتر تل برسونم به 2000 روپیه. به نظر شما کار خوبی میکنم یا کار گنده؟ به نظر من برو خیلی کار اشتباهه. کار خوبی نیه. کم رحم کنم به حال مسلمونا اونایی که موتر دارن بیچاره ندارن پول تل ندارن. اما برو جان امیر بخریدیم به 2.5 لک. امروز صبح 7 دی به تل انداختم. 7 دی به تل انداختم. مازی برای وقت که برو شما مادر شما آخ نکن دیگه. برو چیکار کنیم اقتصادم ضعیف تل هم حتی تانگ استاد میشه شیر مادر 70 73 75 چی گپ. برو جو کم رحم کنم تل که میارن کم فایده بخورم نه که ذره بیشتر فایده بخورم دیگه. کار خوبی نیه. برو جو تل ذره گرون ندم تل ارزون بدم موتورو به نرخ 1 گونی شلغم شده. راست میگم برو. بنندای عزیز کوبر انسه کنه. بله برو جو تشکر باشه. برو بله کامری بده. اما حالا تو برو امشب خور بابا تا تلویزیون ببینم. کامری یا لگن لخشی. زنده بشی. برو جو بخیر پخش میشه برو را. بله یا برو جو پخش کنه که من مثلا مونا ببینم تل کم ارزون بدم. خیر بینه دست شما درد نکنه. در بدر شدیم به خاطر می تل خریدن اینا. برو جو تانکرها تل خری نکنه. بگذاری تل به 90 روپیه شه نکنی تانکرها تل خری. بنندای عزیز در کنار برادر ارا تیر نکنه. ارا تیر میشه. بله لالا ببخشید گوشی خوش قطع کنین یا جواب دیم خیلی. حالا خدافظ. یک مرتبه که من سه کنه چی من خدافظ. بنندای عزیز ما گفتم باشه از را تیر میشدن دیدم این لالا گپ تل تانکرار میگه خیلی نکنه. برا جون اسم شریف شما چیه؟ گیپک ولاد قوسدی. از همین جیم شما؟ بله
برار بعضا برادرات تیل اوا ابر میشن، ببینیم یک باریشی میای میبینیم تیل برسید به حوج خو. به نظر شما کار خوبی میکنم؟ دیگه کار خوبی میکنم. تو چی داری؟ تیل مثلا هستم 50 روپیه میرسه به 90 روپیه، یک بارشی میکنه، یک بار کنه میرسه به 100 روپیه. من خود من تیل فروشم. یعنی شما راضی که به 90 و 100 برسه؟ بله ها. ای از این دیانت شما نبرار که تا حال کلون نشدین. چه کار کنین دیگه؟ خب گناه نداره. چی؟ آخه شما خدا میکنه که تیل به اوج خورسه، دیگه غذای دیگه مواد به اوج خورسه، گیرین کوشش کنه که ارزان تر شه. که برار مواد دیگه نه، همین تیل. خاطر شما تیل فروشین. هر کس به فایده خود میفهمه. بیننده های عزیز تشکر. یک جا دیگه هم میریم، نفر دیگه هم پیدا میکنه. همراه ما باشین. خداحافظ. خداحافظ. مونده نباشین. مونده نباشین برار. خور بگیم. زنده باشیم. چی بگم لالا؟ اسم خور بگیم. اسم خو اسم خور. پس چی؟ اسمم شامت. شامت. بله. برار ما امروز سوژی ما در رابطه با تیله. خب بعضا برادرها مثلا پای غرغوری میایه، و فهمیدین پای غرغوری کاربار هم سیل میایه، پل پشتو هم سیل میایه. خدا میکنن که تیل برسه به 100 روپیه، به 90 روپیه، به 70 روپیه. به نظر شما کار خوبی میکنن؟ هیچی کار خوبی نمیکنم لالا. هیچی. اصلا خیلی کار بعد میکنم لالا. سکوه لالا من پیار معمول از سرا به من گفته برو تیل بستو که موتور به تا سرا خاموش شده پرته 40 روپیه پول بده به دستم. همی 40 روپیه حالی به لیتر چندی؟ 75 چنده تیل؟ ما برو می 40 روپیه چنده میشه؟ 3 لیتر. اصلا همی بیت یک شیشه هم شیشه خوردم نصفه نمیشه تیل که ما برو می 40 روپیه بستونم. تیلر بگرفتم به اوجی رسوندم گیرون کردم. کاش که یک تیل بدی به می افغانستان لالا. بر اینجر سعی کنه میشته به گیرون نمیفروشم. مال هرچی میستونیم 2 ماه 3 ماه میشه لالا. کیلو بنج میستونیم، کیلو روغن میستونیم. همه چیز همی تگیرون کردم اینو. راست میگم. بیننده های عزیز خیره دیگه به گپ از این مسلمان گوش کنیم. خیره یک کمک مراعات کنیم. بریم هم یک نفر اخیری هم هست، خداحافظی میکنیم دیگه. خیر بینیم لالا. یک تیل نگیم، برنج هم بگیم، روغن هم بگیم، از همه مواد غذایی بگیم. خیر بینیم لالا. بریم ادامه داره، برنامه ادامه داره. بریم بیننده های عزیز بیاین که بریم. بیننده های عزیز بازم به شما سلام میگم. بعد از سلام امی لالا به پیش منم سعی کنم اسم عزیز لالا کینه. برار جان سلام علیکم. مونده نباشیم. اشته هستیم برار. زنده باشی برار. یار شما جور مادر شما خوبم. تو با مادر چی کردی برو خوب گردم؟ نه تو چه کار هستی؟ کی هستی که تو می چیزا از من میپرسی؟ تو دکتری؟ مادر شما خوبم. برار فکر کن من کاکا مادر شما. خب چی مستی؟ سعی کنیم برار. بعضو برادرها به نظر شما تیل برسوندم کیلوی 300 روپیه. به نظر شما کار خوبی میکنم. کوی چرا تو از ما پرسان میکنی برار خوب گردم کیلو 300 روپیه رسونده باشم؟ پس شما من خدا کنه میگم با 10000 رسونده باشم. به من چی ربطی داره؟ پس شما مادر شما بپرسم. تو بیا میگه از ما چرا میپرسی برار خوب گردم؟ تو برو از کسی پرسان کو. من میگم یعنی کار خوبیه کار به نظر شما. برار جو من به خوبی و بدی و چی کار دارم؟ من تل به هر چی نرسه من به قیمت خو میفروشم. خدا کنه می تل بهم 1 روپیه برسه من بهم 100 روپیه خو میفروشم. خدا کنه بهم 20 روپیه برسه من بهم 100 روپیه. شما تل فروشی؟ بچه کاری هم که اینجا شیشتیم کاکا. من می فکر میکنم. خود چرا ارزون نمیده؟ چرا ما ارزون بدیم؟ با ما گیرون بدم ما به گیرونی میفروشیم. برار خوب کردم. چرا از من پرسان میکنی؟ آخه من شاگرد دارم، کارا دکون دارم، پول برق دارم، پول او دارم. این مصرفا را اینا کی میده کاکا؟ تو کیسی خو میدی؟ خب من مجبورم از تل پیدا کنم بدم دیگه. همول هر شاگرد میگه اینجا خودم کار میکنه برج چند ماشینه. خرج از چی؟ کرای دکون چی؟ چوکیداری چی؟ پول برق چی؟ اینا رو فکر نمیکنی برار خوب کردم. تو میام از ما پرسان میکنی تل گرون شده. خوب کار خوبی هسته. ها تاجر صاحبا تل ارزون بدم که ما ارزون بدیم. اونا که با ما گیرون میدن ما گیرون میدیم. برارم که بعضی همسایه‌ها میگم شما یک فرقون تل داریم نصف قایم کردیم. این چیه؟ برار ما حال ما گنده کال ما نشون میده. اگه که ما حقیقت با تو میگم ما شیشه ها داریم. شیشه ها 1 لیتر بدیدی. اینا رو میته شیشه رو میته کنین میزنن که میای با داخل 1 لیتر تل که تا میزنیم 1 لیتر 1 لیتر نشون میده. کسی بوی هم نمیبره. این تا کارا ما میکنه. خیر ببین تشکر. بیننده های عزیز ما میرین دیگه به خیر خوشی تا هفته بعد شما رو الله پاک نازنین میسپاریم. با دل خود نگیریم بلکم تل ارزون شه. و مو خواب و خیال باش که تل ارزون شو.